خیلی موه بلند رو مخمه، خیلی رو مخمه. نمیخوای باسکات بزنیم؟ آقا عشق دمت گرم. پیش مسعود نید کلا اصلا موهاتون رو کوتاه کنید. کاملا جدیه. این یکی جدیه. شروعه؟ چطوری؟ بعد از 6 ماه بالاخره این باربرتاکو شروع کردی. هر موقع من این استارت می‌زدم میگفتی چه خبرته؟ یعنی چی اما میخوای یوتیوب؟ زاویه ناز می‌کرد. صورت یک آدم دروغگو. ببین چیکارم کردی که من پشت تلفن بهت گفتم آدمی هستی. هر سری اینجا خواستم بگم یه نازی کردی. مسعود خیلی کمالگراه. خیلی کمالگراه. کمالگرایی چیز داری، بازدارنده داری تو. کمالگرایی که اینقدر میخوای یه چیزی خوب باشه انجامش نمیدی. باربرتاکو وگرنه از 6 ماه پیش به من گفته بودی. اسمش هم عوض شد گودی تایم. گودی تایم. اسمش عوض کمالگرایی بوده، نکنه باربرتاک خوب نباشه. یه کاری که میخواید انجام بدید. شروع کنید بچه‌ها. باگش در میاد. آفرین، شروع کنید باگش در میاد. چه میدونم این که آقا الان 6 ماه پیش 4 تا باربرتاک گرفته بودی، گودی تایم گرفته بودی، الان باگش در اومده بود دیگه، حداقل 100. تموم شد. از شروع کنید. چه خبر؟ خب برار چیکار کنیم؟ آقا مثلا همیشه. آقا من دوباره نکشیدم، ریشمو خودم کوتاه کردم. ببخشید. خب بکش دیگه، برای چی این کارو می‌کنی؟ نمیتونم واقعا. خیلی موه بلند رو مخمه، خیلی رو مخمه. نمیخوای باسکات بزنیم؟ آقا عشق دمت گرم. این صحبت‌ها اینو پیشنهادا رو بذار واسه مهراد که باسکاته. به مهراد بعد بگم بذار بلند شب پشت ببنده. نه مهراد خیلی بهش باسکات فقط هم به اون میاد. خیلی بهش میاد. مشکل شستشو داشتی بکنم خونه دیگه. اوکی شد دیگه. همین تاف بزنیم. آها آره دمت گرم. همینو یه بچه‌ها پایین برنامه رسیدیم. مرسی که شاید یه سال من مسعودو میشناسم. کل یه سال هر بار شوخی کرده. همینو نه الان دیگه گودی تایمه گفتم. میخوای بهت بگم یه دونه شوخی دیگه چیه؟ بگم انجام نمیدی ولی قبول میکنی یا نه؟ آره بگو. وسط حساب میگی خب من از اینجا بعدش دیگه نمیتونم، خسته شدم. این واسه کیه؟ واسه موقعی که 11 شب نه 12 شب. چرا دیگه؟ این طرفو کوتاه میکنی سویلو میگی اون طرف دیگه نمیتونه. یا قبل از اینکه استایل بدی میگی خب برو دیگه. کار دیگه مگه داری؟ هر چیزی هم میگی. بنیامین خیلی دیر تایمی داشت. برای چی ساعت 11 شب بیارش کرد؟ چون فردا ویدیو دارم. مثلا 12 شب. پیش مسعود نید کلا اصلا موهاتون رو کوتاه کنید. کاملا جدیه. این یکی جدیه. میاد اینجا موهاتون رو کوتاه میکنی، یه استایل میزنه، میری بیرون میگی وای چقدر موام خوبه، میری خونه همون میای بیرون نمیتونی موها رو در بیاری. میخوام ضرب‌المثل بلدی یا نه؟ آره. ضرب‌المثلی که خیلی هم عام باشه نه، یه ضرب‌المثلی که کمتر شنیده باشیم و بگو. چه سوال سخت یهویی عجیب غریبی. بگو اصلا دم دستی. نه دیگه گفتی میخوام یه چیز خوب پیدا کنم. ضرب‌المثل ایرانی بگی یا نه خارجی ضرب‌المثل یه دونه هم شب بلد نباشم. من ضرب‌المثل کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه خیلی قبول دارم. چی؟ کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه. این قشنگ اینجوریه که ببین با هر کی رفتاری داری یه روز آدم به آدم میرسه. فکر نکن خبریه. خیلی درست کاره. آجی خیلی این ضرب‌المثل جواب میده. یعنی اینجوریه که من خودم بعضی وقتا رفتارم با یه نفر شاید درست نبوده، آدم به آدم رسیده. میدونی چی میگم؟ مخصوصا کسایی که مثلا من یه دوره یه سری افراد خیلی رفتار مناسبی با هم نداشتن، همون آدم‌ها بعدش سعی کردن به من نزدیک شن، من میدونستم دیگه من رو به خاطر خودم نمیخوام. آفرین. بعد اصلا هم حال نمیگه، مخصوصا جایی که لفظشو میاد دادش با هم برادری کنی. آفرین. اینا رو دیگه میگی داداش من که میدونم تو داستانت چیه، من که میدونم تو اگه من رو به عنوان یه رفیق میخواستی که اون کارا رو نمیکردی. ببین به نظر من توی معاشرت 2 تا کاتگوری ان که من بهشون میگم سکه توی مذاکرات. یکی ضرب‌المثلی که کمتر استفاده میشه، به نظرم مثلا نقره است یا برنز، طلا میشه شعر. شعر حفظی؟ نه هیچ شعری حفظ نیستی واقعا؟ آره به خدا. داداش مگه من تا رو یه جلد شعر تتو کرده باشم رو خودم؟ چطوری شعر حفظ نیستی واقعا؟ تو خیلی دوست. خب هر کی یه سری علایق داره دیگه. من شعر حفظ نیستم. علایقی که داشت واجبه واقعا. مثلا یه بیت شعر هم حفظ نیست. یه بیت شعر الان خب بگو.
از این بیتای چه میدونم. خب بگو همونو. راست میگی یه بیت چرا که اصلا یهو بگی واقعا شرف نباشه. واقعا نفسیستی؟ نه به خدا حاجی زشته، برو یه بیت. چرا زشته آقا؟ ما اصلا قبول خدایی زشته. فاز مهران مدیری گرفتی. نه مهران مدیری نیست. باید همه این کتابا رو بخونید، باید این همه کتابا نه، ولی داش یه بیت شعر آدم باید حفظ آقا بشه. چرا مثلا میمونه یه نفر دوست نشه باشه سریال سای فای ببینه، نداش یه سریال سای فای که بعد ببینه آقا نمیخواد ببینه. چه ربطی به آقا خیلی ربط داره. اتفاقا از نظر من تو شعر حفظ نکن. اتفاقا از نظر من تو فیلم سای فای خیلی نیازه ببینی. چرا؟ میشه لطفا این قصه رو کامنت کنین خواهش خب می‌کنم. الان دلیلم هم هر انسانی انسان که نه، هر ایرانی نیاز هست واقعا شعر حفظ کنی. نه خوندم یه شعر خب داداش خوندم ولی حفظ نکردم. هممون مدرسه بودیم کلی شعر خوندیم، کلی معنیش هم یاد گرفتیم. آها من الان یادم اومد، من یه شعر خیلی واقعا دوستش دارم. جدی میگم. الان یه دونه داره میگه، دقیقاً بلد نیستم مثلا جمله بندیش چیه، ولی میگه گر ناخدا جام درد کشی به همان سو رود که خدا خواهد. یه همچین چیز. مثلا من اینو دوست دارم. نظرت در رابطه با اینجور آدما چیه؟ دیدی مثلا یه بحثی داری باش میکنی، حالا راجع به فلسفه است، به خدا اینجوری هم هست، درس زندگی یا حالا هر چیزی، طرف میاد حجت اون جمله رو اون بحثو بخواد ببنده یه بیت شعر مربوط به اون قضیه میگه. اون آدما واسه من خیلی ارزشمندن، خیلی باحالن. فکر کردم این شعرها رو که گفتم یا آدمایی که اینجوری زندگی میکنن چی؟ گر ناخدا جام درد کشی و همون صورت خدا خواهد. یعنی هرس نخور آقا، اتفاقی که افتاده دیگه. این چی میگن؟ مثلا خودتو پاره کنی آقا اون اتفاقی میفته که باید بیفته. مثلا من خودمو میخوام خفه کنم با فلانی دوست شم، هر جور شده این شغل رو به دست بیارم. بعضی وقتا هر کاری کنی نمیشه، پس از اتفاقی که داره میفته لذت ببر. این به نظرم تعریف از اتفاق خوب و بد یه چیز کاملا اشتباهه. من میگم اتفاق مساوی با رشد، مساوی با آگاهی. چون توی لحظه شاید بد باشه، حالتو بد کنه، ولی بعدها این شکلی که چقدر اون اتفاقه باعث رشد شد. مثلا حاجی یه چیزی بگم حالا واسه کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن، قطعا خب یه سریاشون هستن الان حالشون خوب نیست. این چی میگم؟ مثلا از یه چیزی ناراحتن. چند تا از اتفاقای بد زندگیت که مثلا 2 سال پیش، 3 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش داشتی، هنوز ناراحتت میکنه. هیچی. یعنی تو از دست دادن عزیز هم که داشته باشی، از یه جایی به بعد دیگه زندگیت رو روال میفته. این چی میگم؟ حالا اون خیلی مثال دارکیه ها، ولی مثلا من خودم یه دوره‌ای بود شغلمو از دست دادم، خیلی ناراحت بودم و حتی مثلا یادم 2-3 شب خوابم به هم ریخته بود. ولی الان میگم خدا رو شکر که من اون شغلا رو از دست دادم که الان از این جایگاهی که هستم راضیم. میدونی چی میگم؟ شاید اگه من اون شغلا رو داشتم هیچ وقت الان اینجا نبودم، از زندگی الانم اینقدر راضی نبودم. چیزی رو نمیتونی واقعا از قبلت حذف کنی، چون تک تک اتفاقایی که افتاده باعث شده تو این ساختار رو شکل بدی. یعنی همچین چیزی باشی، این بنیامینه باشی. در کل اگه بخوایم راجع به بد بودن یه چیزی حرف بزنیم، اتفاق یا هر چیزی، به نظرم بدترینش حسرته. آفرین. ببین تو حسرت نبودن در کنار یکی رو بخوری، حسرت حسادت جای یه نفر دیگه بودن. آره اینم بدترین. هر چی داره بد. نه من جدی میگم، من خیلی دیدم که حسادت باعث میشه آدم خودش شیعه نباشه. من دیدم تو زندگیم آدمایی که حسادت عوضشون کرده. این که حسادت هم بده ها، ولی من میگم اگه بخوای دوزشو در نظر بگیری، شاید حسادت باعث بشه تو رشد نکنی، ولی حسرت باعث میشه تو زندگی واقعا نکنی. این حسادت بزرگترین اتفاقی که داره و بزرگترین بدی که داره چیه؟ حسادت بعد 3 سال که یادت میفته من اون دوره آدم حسودی بودم، از خودت بدت میاد. من به مسعود حسودی میشه. چرا؟ مثلا آدم خفنیه، دوستای خوبی داره، پولشو در میاره فلان و اینا، من به مسعود حسودی میشه. از من بهتره. خب قبول داری که کلا حسادت واسه کسی که از تو بهتره دیگه. تو ذهن خودت تو به کسی حسودی میکنی که به نظرت اون از تو برتری داره، اگر نه هیچ وقت تو از یه آدمی که از تو ضعیف‌تره حسودی نمی‌کنه دیگه. اون حسادت باعث میشه که به پوچی برسی. بعد 3 سال میگی من کل مدت
داشتم حسودی میکردم که من چرا فلانی نیستم و بعد مثلا 3 سال میگذره، از 3 سال زندگی خودت بدت میاد. راه حلش چیه؟ راه حل نداره. حسادت به نظر من یه نوع مریضیه. خودش حلی نداره واقعا. نه خودش باید بگه. آقا راه حل نداره به خدا. نداره، ولی غیبته خوبه، غیبته بد نیست. میدونی فرقشون چیه دیگه؟ آره. مثلا حسادت اینجوریه که چرا مسعود از من بهتره. غیبته اینجوری که کاش منم مثل مسعود خوب باشم. میدونی؟ میدونی حسادت چیه؟ حسادت اینه که مثلا یه نفر 730 BMW 730 داره، 15 میلیارد ماشین. بگی وای آدم فلان شده. BMW 730 زیر پاشت. من اصلا بگی من اینو بگیرم چه حالی میده. آره ولی مثلا غیبته اینجوری که بگی آخ نوش جون طرف. خوش به حالش، دمش گرم که به همچین ماشینی رسیده. ولی یه رابطه سفت با غیبت داره ها، حسودی با غیبت 100%. یه رابطه خیلی سنگین. تو وقتی حسودی میکنی میری یه جا غیبتش هم میکنی دیگه. تو وقتی که خودت کامل بدونی اون شخص رو نقصش رو میبینی دیگه. تو اگر کامل نباشی که دنبال نقص دیگران نیستی، نقص خودت تکمیل میکنی. آفرین چقدر قشنگ. این یکی از اون چیزاییه که بهت حال میده غیبت میکنی، چون حس کامل بودن بهت میده. بعد چرا میگم گناهه؟ آجی گناه هم خیلی باحال. این که خب اگر تو یه باگی داشته باشی من اون باگ رو نداشته باشم، خب قطعاً که من از بچگی از موقعی که به دنیا اومدم که اون باگ رو برطرف نکردم. یه جایی تو زندگیم یه چیزی رو تجربه کردم که اون باگ برطرف شده. یعنی پس سیستم یا اون خدایی که میگیم هست یه درسی من داده که هنوز به تو نداده. من با اون غیبت زمانبندی رو زیر سوال میبرم. یعنی اون بالایی رو در اصل داری قضاوت میکنی. حاجی اگر این سیستم رو این شکلی ببینیم واقعا غیبت خیلی زهرمار میشه. آدمایی که خیلی حسودی میکنن و خیلی از دور وای میسن زندگی یه نفر رو نگاه میکنن خودشون آتیش میزنن. این آدم خودش هم عقب میمونه، یعنی هیچ چی نداره تو این خودش. آدم خودش هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. چون اصلا خودش جلو آینه نمیبینه که مثلا آقا من این چیامو درست کنم. پشت سرت بشینن حرف بزنن باحاله. نه حاجی باحال. راجع به موفقیتت میشینن حرف میزنن حاجی باحاله. چرا باحال نیست؟ چرا باحال باشه وقتی یه نفر میتونه رفیقت باشه به جایی که پشت طرف. این که صد این که خیلی دیگه ته شهر آرمانیه این که همه با هم رفیق باشن. نه یه مثال صد میزنم. کسی پشت لبران جیمز به نظر تو حرف میزنه از فنای بسکتبال؟ فن که فرق میکنه. رفیقاش چرا؟ آفرین. رفیقاش چرا باید پشتش حرف بزنه؟ چه کاری؟ چون نمیتونن بهش برسن. خب دیگه اشتباهه. نمیتونی بهش. ببین این که یه نفر رو بیاری پایین تو که بالا نمیری. 100%. مثلا تو فکر کن یه یوتیوبر مثال کامل ما حال نمیکنه. من یه روز کانالم بسته بشه اون که سابی بهش اضافه نمیشه، اون که ویوی بهش اضافه نمیشه. اتفاقا داداش از دستم میده شاید. میدونی چرا؟ داش فکر کن مثلا چنل من بسته شه ویوی من نه، یه مخاطبی که به خاطر من میومده توی یوتیوب و ویدیو میدیده شانس این که اونو ببینه رو از دست میده. اتفاقا من همیشه یه مثال میزنم واسه رفیقام، از ته دلم میگم، به جون مادرم از ته دلم میگم مسعود آرزو میکنم 10 میلیون فالوور داشته باشی 100 میلیون سابسکرایبر. بگو چرا؟ چون باعث رشد تو هم میشه. داداش میام اینجا میشینیم با هم یه گودی تایم، من 10 کی از سمت تو ساب میگیرم، 10 کی از سمت تو فالوور میگیرم. قصه من و ماهان هم همینه. انقدر چفتیم اون رشد میکنه من کمک میکنه منم همینطور. خیلی حال میده اگه این شکلی بهش فکر کنی. خیلی حال با رفیقایی که داشتم دقیقاً همین جوری بود دیگه. علی اومده ایران، علی پازانی خیلی آدم تعارفیه. داشتیم خودمون حرف می‌زدیم گفتم که حاجی یادش بخیر یه دوره تو اینجا بودی، من اصلا من کسی نبودم اینجا بودم. علی باعث شد من یکم شروع کنم دیگه. گفتم خیلی خوشحالم الان جایگاهی رسیدم که بتونم واسه جبران کنم. و اینجوری بود که ندادش جبرانی وجود نداره و از اینجور حرفا. داشتم به این فکر میکردم که کاش منم یه همچین رفیقی داشته باشم کمکش کنم بیاد بالا. یه روز اگه من معمولی شدم اومدم پایین اون کمک من کنه. خودش تو بذره را بکاری واقعا میوهشو میگیری. مثلا فکر کن یه سری آدما هستن اینجوری که حاجی من به فلانی کمک نمیکنم از من گنده تر نشه. کمک کن اگه تونست از تو گنده تر شه یادش میمونه کی کمکش کرده. اگه میتونستی برگردی عقب چی رو عوض میکردی؟ هیچ چیز ریز. هیچی. کسی که میگه فلان بهمان واقعا آدم ناشکریه. آقا الان از زندگیت راضی؟ 100. چقدر؟
خیلی. آفرین. اگه برگردی عقب یه چیزی رو عوض کنی به اینجا نرسی چیکار میکنی؟ خب من مثلا یه باگی دارم که میتونم عملش نه بذار مثال مثلا برام روشن کن که اگر من دانشگاه نمیرفتم چه اتفاقی واسم میافتاد تا به الان. ببین تو چه سنی رفتی دانشگاه؟ 18 سالگی دیگه. تا چند سالگی؟ تا 21. تا 21. یعنی ول کردم. آره بعد میگی من بعد نمیرفتم اون 3 سال دانشگاه درسته؟ خب چیکار می‌کردی اون 3 سالو؟ مشغول کار بودم. آفرین. حالا می‌خوام اینو بگم توی اون 3 سال قطعا با یه سری آدما در ارتباط بودی، قطعا با یه سری دوست شدی، با یه سری آشنا شدی، یه سری ضربه خوردی، خب که باعث شد بعد 21 سالگی یه مدل دیگه‌ای درگیر کار بشی. اگه اون تجربه رو نداشتی 18 سالگی وارد کار می‌شدی از کجا می‌دونستی سرت کلا نمیرفت، اشتباه نمی‌کردی، سیاست اشتباهی تو کارت به خرج نمیدادی و بهتر از الان می‌شدی. شاید 18 سالگی وارد کار می‌شدی بچه‌تر بودی دیگه، تجربت کمتر بوده دیگه، آدم شناسیت کمتر بوده دیگه، وارد یه مسیری می‌شدی که الان اینجا نبودی. مسعود چش من همزمان هم کار می‌کردم هم دانشگاه. باشه از اون 3 سال امکان نداره تو درس نگرفته باشی. من بعد از 4 ترم درس خوندم ولی کردم رفتم سربازی. خب بعد که از سربازی برگشتم صفر چسبیدم به کار. خب اگه دانشگاه خستم نمی‌کرد و کار بهم حال میداد شاید هنوز سربازی نرفته. تموم شد و رفت. ببین سربازی نرفته بودی دبی میتونستی بری؟ واقعا هیچ چیزی رو از قبل نمیشه عوض کرد. واقعا آدمی میگه من گذشتم و تغییر میدم که بگه من زندگیم بده. اون بزرگترین دروغی که تا حالا به خودت گفتی چی بوده؟ آخرین چیزی که یادم میاد در مورد آدما بوده. اصلا به خودم رو قانع میکردم که این آدم خوبیه، آدم درستی. میخواستم باشه نبوده، سعی کردم خودم رو قانع کنم، به خودم دروغ میگفتم نه این آدم خوبیه، آدم درستی. اون نگفتن اذیتت میکرده که ادامه دادی؟ نمیتونستم اون طرف نباشه تو زندگی، یا به نظرم اگه میرفته اذیت میشد. ولی بعد که دیگه با خودم صادق شدم میگم دیگه الان خب دیگه به پختگی میرسه آدم، هر روز به پختگی بیشتر میرسی. من به این نتیجه رسیدم که به خود دروغ نگو، نه عصبی شدی این حرفو زد، نه حال نداشته، نه اتفاقا فقط خودت میفهمی که اون شخص رفتارش نسبت به تو درست بوده یا غلط بوده. مثلا مسعود مهراد منو دید این حرفو زد، به نظر پسر خوبی یا پسر بدی یا به نظر منظوردار بود این حرفش، هر چی تو بگی واقعا به نظر من ارزشی نداره. من خودم میدونم که اون شخص منظور داشته یا نداشته. برام پیش مهراد بگم حاجی رفتم پیش مسعود این حرفو بهم زد، به نظرت شوخی کردی یا جدی گفت؟ به نظر من جدی گفت. اون مهراد بگه نه حاجی مسعود آدم خوبیه. یا از نظر من اگه مثلا اون حرف بد بوده اون حرف بد بوده، نه خودمو گول بزنم. این چی میگم؟ من یه دوره‌ای بود تو زندگیم در مورد یه سری آدما خودم گول میزنم، نداشت یارو آدم خوبیه، آدم بدی نیست. بعد 3-4 تا بچه‌م بود میگفتم آقا فلانی اینجوری رفتار میکنه با من، نه یارو اخلاقش اینجوریه، با همه اینجوریه. بعد میگم حاجی با همه اینجوری نیست. من اینجوری بودم که حاجی من چرا اینقدر تحمل کردم. این درس زندگی بود قشنگ. اگه می‌خواستی یه قانون وضع کنی که تمام مردم دنیا بهش سیگار نکشن، آفرین. من ببین یه جوری مخالف سرسخت سیگارم باورت نمیشه. الان ممکنه خیلی باور نکنم ولی تو دیگه میدونی دیگه. چیزی هم نبوده که خانواده‌ام بهم بگن مثلا بابام بگه حق نداری سیگار بکشی. اتفاقا بابای من رو اینجور چیزا هیچ وقت با من حرف نزدن. ولی خودم از بچگی با سیگار حال نمی‌کردم و بزرگم که شدم بهش تکنیکالی فکر کردم، اینجوری بودم که این خیلی چیز غلطیه. خیلی چیز غلطیه. سفت. حاجی 1000 تا دلیل هست که سیگار نکشی. واقعا الان این حرف بدیه تو پادکست گفتن. من ترجیح میدم یه نفر تریاک بکشه الان سیگاریا میرن تریاکی میشن. حاجی تریاک آخه تو نمیتونی همیشه بکشی، همه جا بکشی. چرا نمیشه؟ داش تریاکو میخورن. تریاکو میکشی خودت میفهمی بدنت بد شده، میفهمی اخلاقت عوض شده، میفهمی بد خوابی گرفتی و اینا، تریاکو ترک میکنی. سیگار نمیفهمی داره چه تأثیری رو بدنت میذاره، تا 50 سالت چه سرطان بگیری بمیری. اصلا سرطان و فاکتور بگیریم روی خوابیدن تاثیر میذاره. حاجی ماساژ سر حرفه‌ای جایی هست برادر؟ اتفاقا دارم میرم یاد بگیرم. یه جا هست قلنج مو میشکنه، یعنی مو تا یه نقطه دیدم یه دونه اینجا هست. آره میکشه قلنجش میشکنه. خودم اونو یاد بگیرم. حاجی من نقطه ضعفم ماساژ سر میدم. میخوای الان کلا حالا بعد
من مامانم هر وقت می‌خواست خرم کنم میومد بغل تختم می‌خوابید. آی زیر دستشو میکشید رو سرم آروم با هم حرف میزد مثلا بابا تو دیگه مثلا و همه پسرها یه دوره خب باباشون به مشکل میخورن بابا تو دیگه فلان اینا ماساژ هم میداد و به خاطر من فلان من اصلا مشکل نمیشه. ما همه موزیک مورد علاقه زیاد داریم. آره فکر کن بعد بری زندان وای تا آخر عمرت یه دونه موزیک گوش کنی چی گوش میکنی؟ یه دونه ترک تو زندان یا تو زندگی عادی؟ نه مثلا تا آخر عمرت یه ترک گوش بدی یا تو زندان یه ترک گوش بدی؟ چه فرقی؟ خیلی فرق داره. بابا فرق داشت تو زندان حالت بده. نه دیگه تو اگه فکر کنی تا آخر عمرت تو زندانی دیگه حالت بد نیست. زندگی میکنی دیگه اون تو. چی بود گفتی؟ رستگاری در شاوشنگ دیگه. آها اوکی. خب ولی الان که تو زندان نیستن. نه توی موزیک انتخاب کردن واقعا فرق نمیکنه. خیلی فرق میکنه عزیزم. باشه زندانش رو زندگیش. نه دیگه باشه. تو می‌خواستی دو تا ترک زندگی باشه ترک لاو یورز جی کول گوش میدم. زندگی عادی باشه. تا آخر عمرم مجبور باشم یه ترک گوش بدم دیگه. ایول خب چرا؟ چون که کل ترک اینجوریه که زندگی همه قشنگه، همیشه لباس گرونتر از لباس تو هست، همیشه زن خوشگل‌تر از زن تو هست، همیشه خونه بزرگتر از خونه تو هست، ولی زمانی خوشحالی که زندگی خودت دوست داشته باشی. کورسش هم اینه که no such thing as a thing that's better than yours. چه اینجوری که هیچ چیزی توی دنیا بهتر از زندگی تو نیست. حالا میتونه مثلا خیلی چیزا قایم، ولی تو زندان نمیدونم واجی. تو زندان من ترجیح میدم یه ترک گوش ندم. کلا ترک گوش ندم. فکر کن تو زندانی بعد یه ترک گوش کنی. سوالو نپیچونده داشت. نمیدونم به خدا. من آخه ترجیح میدم مثلا چی گوش ندم تو زندان. آخه من آدمی نیستم که زندان دووم بیارم. توش دوست دارم همیشه کارهای متفاوت کنم، پیشرفت کنم، با رفیقام باشم. زندان بودن خیلی اذیتم میکنه. چون یه کار روتینه دیگه. تو منتظری تا حبس تموم شه یا منتظری تا بمیری دیگه. آقا من میگم تو ویژنشو بزن. من نمیگم پاشو برو زندان. نمیخوام بهش فکر کنم. انرژیش هم نمیخوام بگیرم حتی. سربازی رفتی؟ نه. معاف شدی؟ نه. فکر کن سربازی رفتی بعد تا آخر عمرت یه موزیک گوش کنی تا آخر سربازی. چی گوش کنی؟ آفرین. این قشنگ شد. الان یه کانسپت تو ذهنم. کانسپت دنبال بهونه. نه جدی. الان یه کانسپتی که یه ترکی بودی تایم قبلی هم ناز می‌کرده. یه کانسپتی باشه، یه ترکی باشه که اصلا روزای سخت تموم بشه. بعد بشینم فکر کنم چه ترکی پیدا کنم. الان یه لحظه بهش فکر کن دیگه. خب نمیدونم ببینم چه ترکی. اینقدر دقیق. آره دیگه. هیچ چی تو ذهنت نیست. ساله. و همین الان هیچ چی تو ذهنت نمیاد. دارم فکر میکنم که چه ترکیه که فقط هم ترک خارجی آره ایرانی هست. مثلا هایده یخ. تو چرا باید 2 سال تو سربازی هایده گوش بده؟ اش هایده به نظرم ببینم یا تو اون 2 سال یه چیزی که مربوط به خانواده است، یه چیزی که مربوط به سختی و تمام شدن سختیه. مثلا تو میگی چرا هایده گوش کنم، واقعا ترانه هایده مثلا بشینی درست گوش کنی درست همه اون چیزی که از جی کول گفتی تو هم هست واقعا. بعد با صدای عجیب غریب، با یه صدای بهشتی. تعصبی نظر نداری؟ تعصبی؟ و اذیت هم نکن. چرا دیگه؟ قبول نداری هایده صداش بهشتیه؟ بخاطر اختزای سنت بزرگتر شدی. مستی اون روزی که طلبید گوش کردی زنگ بزن به ماشه؟ قبوله؟ نه باشه چشم. زنگ بزنی ها چونه داداش. تلخ ترین درس که زندگی بهت داده چی بوده؟ آخ دوست ندارم بگمش. اگه موفق نباشی حتی مامان باباتم دوست نداره. صمیمی ترین رفیق دوست نداره. اونی که میگه من عاشقتم تا آخر عمرم پاد میمونم و نه زیر مفت میزنه. موفق نباشی، پول نشته باشی، امنیت نتونی تامین کنی، دوستت نداره. این یه حقیقت ها. یعنی الان من منظور خاصی ندارم. من خانواده‌مو خیلی دوست دارم، همیشه مثلا گفتم چقدر دوستشون دارم اینا. ولی یه حقیقتیه که تو موفق نباشی هیچ کس دوستت نداره. واقعا سعادتمندی پدر و مادر به موفق شدن بچه‌شه. آره بابا. یعنی اصلا نه دنبال پوله، نه دنبال خونه گنده است، نه دنبال ماشین خوبه، دنبال دغدغه است که بزرگترین دغدغه اون سن. موفق شدن صرف این که عدد زیاد در اصلا بیاری نیست. نه بحث اینه که یه کاریو بکنی بلد باشی. ممکنه یه نفر با ماهی
یه حقوق کارمندی معمولی یه آدم موفق باشه. ممکنه یه نفرم ماهی 500 میلیون پول در بیاره ولی موفق حساب نشه. یه جمله از این لاتی مشی هست، باغچه‌تو بیل بزن پروانه خودش میاد. چرا آدم‌ها دروغ میگن؟ میترسن. دقت کن دیگه، همیشه مثلا به کی دروغ میگی، به چی دروغ میگی؟ به کسی که میترسی حقیقتو بدونه. نه جواب سنگینی نخواد. منظورم این بود که اینا خیلی دنبالشن، دنبال اینجور چیزن، دنبال جواب همچین سوالایی. نه با چی مواجه شی گریت میگیره؟ آخ از سادن همیزه گریه. خب زیر ریشه‌ش دیگه نمیتونه صحبت کنه. آره دیگه. کارو تموم کنم واسه استایلش برگردیم. آخرین سوالو بپرسم. آره دیگه داریم میریم تو استایل، باید بری آخرین سوال بپرسی. بعد از مرگ چه اتفاقی میفته به نظرت؟ چی واقعا نمیدونم، من به خدا نمیدونم. جوابی چون سوالا مطلقه، نمیدونم چرا. سیاهی مطلق. میدونی احساس کنم بهش و جهنم تو ذهن خودت میشه که آدم خوبی بودی مردی، آدم بدی بودی مردی. این که صد به نظرم. به نظرم این نیست یه نفر حال چه نه به من چه. مثلا اینکه یه واقعا اصلا یه چیزی باشه که هی آتیش بگیری که جهنم. آره به نظر من یه خورده بچه، نمیدونم شاید هم اینجوری باشه. آخه حاجی خودش یه پادکسته. نمیدونم، به خدا نمیدونم، هیچی نمیدونم سر این قضیه. خیلی چیز سخت و پیچیده. یادم باشه مهمون بعدی و سوال اول اینو بپرسم. آره واقعا شاید اینو اول باید بپرسی چون خیلی پیچیده است. آقا چی بودیم چی شدیم؟ صاف و صادق باش. آقا عالیه. میخوام عکست بگیرم. یه باد بخوره رفته. آقا خیلی خوب. قربونت. بچه خیلی پادکست دوست داشتنی بود. چیله به معنای واقعی کلمه این پادکست چیله. همین شما میگم. آقا مسعود خوش اخلاق بوده امروز. جلو دور. به خاطر دور آره قطعا اخلاق بد و عصبی و داشتین چه وضعی. خیلی نمیدیم خیلی مرسی. هر وقت میرم اینجا ما کوتاه میکنم تا یه هفته خیلی حس خوبی دارم. من همه دوستان زیر دستی که اشتم کارم چی میگن؟ لایک کنید، کامنت بذارید، هر کاری دوست دارید بکن. عشق بدید. دمتون گرم. مواظب خودتون باشید. دوست دارم.